یوی گټی سلی چټی. تو میشه کمی توقعات ما دستبندی کنیم؟ بله میشه تقسیمش کرد. توقع داشتن از همسر کار خوب است. کسی از همسرش توقع نکنه، از کی توقع کنه؟ سلام به صفای باران و درود به نرمی نسیم صبحگاهان. خوش وقت هستم. من محمد ضیای کوشا به همراهی استاد شرف الدین عظیمی پادکست دیگر را خدمت شما خوبان تقدیم میکنیم. بیاد دارین بعض وقتا ما توقع داریم از دیگرها تا حرفای ما را آنچه میخواییم مو به مو عملی کنن. توقع داریم دیگرها به ما احترام بیش از حد داشته باشند. توقع داریم اگر متعهل هستیم همسر ما به وابستگان ما بسیار احترام بکنه و هیچ کمی و کاسی را در پذیرایی اونا متقبل نشن. آیا این را از خود سوال کردیم که اونا هم چیز توقع دارن یا نه؟ استاد بسیار خوش آمدین در پادکست امشب ما. تشکر کوشا صاحب. سلام بر شما، سلام بر عزیزایی که بیننده هستند، پادکست را دنبال میکنن. امیدوار هستم آنچه که ما در این پادکست هم در نظر داریم و سوالاتی را که شما دارین علل خصوص موضوع پرتوقعی یا توقع بیش از حد، امیدوار هستم به آنچه ما بحث میکنیم و به دوستان شریک میسازیم به درد مردم ما و خانواده عزیز ما بخوره و بر زندگی مشترکشان، آغاز زندگیشان، نمزدی و آستانه ازدواجشان کمکشان بود. بیننده‌های عزیز، قسم که استادم گفت و من هم در مقدمه گفتم این پادکست ما دور موضوع توقع میچرخه. البته توقع بیجای. استاد من یک سوال میکنم، چرا بعضی ها توقع بیشتر از دیگرها دارن؟ کوشا صاحب بزرگوار، توقع بیش از حد یا در کل توقع یا خواسته یا انتظار یا وابسته شدن به همکاری و کمک دیگران، احتیاج، عدم تلاش، انتظارات بالا، اینا همه جنبه ها و ریشه های روانی داره. یعنی افراد و اشخاصی که با یک پس منظر و آنچه در ناخودآگاه خود انباشته، آنچه به عنوان کودکی طی کرده، آنچه به عنوان سبک دلبستگی یا شیوه پرورش تا این دم آمده، آنچه برخورد شده، آنچه با محرومیت روبرو بوده، آنچه به توقعاتشان رسیدگی شده، ازشان اطاعت بیش از حد شده، یا امو سبک زندگیشان، طریقه خانوادگیشان، ارزش‌های خانوادگی و اجتماعیشان طوری بوده که برشان رسیدگی شده زیاد. اینا کلش به یک شکل از اشکال تاثیر داره. ما باور ما است در روانکاوی و یا بگویم که نگاه فرویدی که افراد و اشخاص بنابر کودکیشان، بنابر سرکوب‌هایشان، بنابر محرومیت‌هایشان، بنابر آسیب به عزت نفسشان سبب میشه که بیش از حد توقع کنه یا پر توقع بار بیه. از نظر شناختی دچار یک سلسله شناخت‌های معیوب هست، یک سلسله آگاهی ها و معلوماتی که درست نیست، منطقی نیست، برشان به باور عمیق تبدیل شده و او سبب شده که پرتوقعی کنه. از نظر رفتاری اگر ببینیم، رفتارها، کلیشه ها، سبک ها، تربیه، شیوه برخورد والدین، بزرگان به سبک، به شیوه بوده که کودکان یا نوجوانان یا نسل به نسل از یک نسل به دیگه نسل گرفته و کاپی کرده به اصطلاح. اینا همه سبب میشه که به شکل از اشکال فرد پرتوقع بار بیه، مهر طلب بار بیه،
خودش کار نکنه، تلاش نکنه و از دیگرا بخواه، از دیگرا بطلبه. و این خو یک سبکی است که در ما رشد میکنه، در ما شکل میگیره و ما به اون سبک از مردم توقع میکنیم، خواست داریم اینا. یکم ما بزرگان، خانواده، فرهنگ بعضن طوری هستیم که نسل خود را تنبل، بیکاره، تیارخور یا به اصطلاح بگویم که مفتخور آموخته میکنیم و باز پرتوقعی میکنیم. در کل توقع یک خاصیت کودکی است کوشا صاحب. یعنی کودکان است که دنیایشان توقع داره، دنیایشان خواسته داره، دنیایشان و افکارشان و آنچه در دنیایشان به سر میبره در فانتزیایشان، در رویاهایشان، در خیالاتشان میخواه، میگه بیارین، میخوایم به ما برسین، به ما زندگی کنین، برای ما به ما اطاعت کنین، به ما کمک کنین، ما چیزی که میخوایم فرمان میتم، شما او را در دسترس ما قرار بدین. ما باورم است که بیشتر یک خاصیت کودکانه است. انسان ها هر قدری که بزرگ میشه، هر قدری که کلان میشه، هر قدری که پخته میشه، از خودشان میخواه، خودشان دست به کار میشه، خودشان با پای خودشان استاد میشه. و در این مورد میتونم ایران بگویم که حتی ما جوامع پرتوقع و جوامع خودکفا داریم، خود اتکا داریم. دقیق. مثلا جامعه است خودش کلشان، نسل در نسل خودشان، هر کس به خودش زحمت میکشه، خودش از خودش میطلبه. اما ما هستیم که خانوادگی، فرهنگی و اجتماعی طوری بار میایم که دیگرها باید بر ما برسه و کمک کنه و اینا. مثلا تا یک دم پدر است، تا یک مرحله بعد مادر است، تا یک مرحله بعد برادر بزرگ است. حتی یک مثل است وای میگن که یوی گٹی سلی چٹی، یعنی یکی زحمت میکشه 100 نفر او را استفاده میکنه. در او 100 نفر یکی کاکا پیدا نشد که بگه که من که خودت زحمت میکشم و من کار میکنم و قرار نیست که پیش بره. و این بحث زیاد کوشا صاحب در نامزدی پیش میاد. زمانی که یک دختر و پسر نامزد میشه، بعد این توقعات را بیبی، این لیست ها را بیبی، این که اینقدر طلا میخوایم، این قسم محفل باشه و به این شکل باشه و به این رقم باشه و به اون رقم باشه، حیران بمالی که یعنی مقصد چی است، هدف چی است، چی رو میخواین ثابت کنن این عزیزانمون. میتونیم که همین توقعات بیجای نوعی از خودخواهی و غرور بدانیم. یک تعداد از توقعات از خودشیفتگی ها، تکتازی ها، خودمحوری ها، تا یک حد خودخواهی های افراطی و به یک سبک سالاری است. مثلا من بچه فلانی هستم، من مرد هستم، من برادر بزرگ هستم، من شوهر هستم، من رئیس هستم، من ای هستم، او هستم. در این مرحله میشه گفت که از خودشیفتگی و ایگو، خودخواهی و امثال و موارد است. البته خودخواهی سالم مشکل نداره، ما بحث ما با خودخواهی های بیش از حد است، ولی مکمل و کلن از خودشیفتگی و نرسیسیسم ناشی نمیشه. در بسا موارد از کمبود ما، از تنبلی ما، از عقده حقارت ما، از عزت نفس پایین ما، از خودکمبینی ما، از مهرطلبی های ما ناشی میشه. یعنی کلن از خودشیفتگی ناشی نمیشه. میشه گفت که یک عامل میشه خودشیفتگی و خودخواهی باشه، قلدری باشه که ما فلانی هستم و بچه فلانی هستم و تو مرا نمیشناسی و میفهمی که من کی هستم. این چیزا میشه سبب شه، ولی در کل نیست. تو میشه کمی توقعات ما دستبندی کنیم که توقع سالم و توقع ناسالم. بله، ما توقعات ایره میشه طور تقسیم بندی کنیم کوشا صاحب که توقعات واقعی و درست و سالم، توقعات غیر واقعی، ناسالم و نادرست. بله میشه تقسیمش کرد. توضیحش خود نیاز ندارین. نه دیگه، دقیقاً ما قسمی که شما پیشتر توضیح دادین که توقع انسان حق داره که توقع داشته باشه. توقع سالم و همچنان توقع را در برابر ادای توقع طرف مقابل یا به اصطلاح پرداخت
توقعات طرف مقابل باید ما مد نظر نکته داشته باشیم تا به اصطلاح و دو پله ترازو مساوی باشن. مثل که ما و شما در وطن خود یک معمول داریم که معمولا دوستا که در یک جای به اصطلاح ما و شما سر خرابات میاین، وقتی که کرایه تاکسی یک دوست میتیم یا در هتل میریم، در یک رستوران یک غذای بریش پولش میپردازیم و این توقع را در داخل خود در درون خود هر انسان داره که سبا روز طرف مقابل هم اگمی گونه مسائل برابر شه و برای ما ادا بکنه. در این صورت یک نکته بسیار خوب اشاره کردید. شاسب اجازه بدین اینجا کم توضیح بدم. توقعات سالم و ناسالم یا واقعی و غیر واقعی و جا و بیجا یا متوسط و واقعی و به اصطلاح در حد و بیش از حد را اگر تقسیم بندی بکنیم، توقعاتی که انعطاف پذیری داره، توقعاتی که نیازهای واقعی در او است، توقعاتی که وضعیت فرد مقابل در نظر بگیریم، توقعاتی که حق ما باشه، توقعاتی که به فرد مقابل آسیب نزنه، ما هم به گفته شما متقابل توقع داشته باشیم و توقع طرف مقابل را هم بجا بکنیم، در طور یک وضعیت ما میشه طور تقسیم بندی کنیم. یعنی اگر انعطاف پذیری بود، اگر مطابق به نیاز بود، اگر واقعی بود، اگر ضروری بود، اگر آسیب نمی رسید به فرد، اگر بیش از حد نبود، اگر صدمه نمی زد، اگر مسئله ساز نمی شد، اگر تربیت بد بر اولادان نمی شد، انجام شود. ولی اگر این موارد داشت، توقعات بیجاست. میایم سر مسائل خانوادگی بازم. بله. اکثرا در خانواده های ما مرد وقتی که صبح وظیفه میره بسیار توقع داره از خانم خود. مثلا لباسش، دریشیش و تو کده منظم در سر جایش باشه، بکس دستی اگه میبره بکس دستیش تیار باشه، معمولا حال موبایل است و یک گپ سخنا موبایلش باید سر جایش باشه که از آقا فراموشش نشه و همچنان بوتایش رنگ کده باشه. آیا این را میتونیم یک توقع سالم بگوییم یا یک تصور است که مرد میگه زن ما یا خانم ما اما کار است و خانم به اصطلاح کاملا عیار است؟ این از کدام قماش شد؟ قماششه و درست و نادرستش کوشا صاحب وقتی میشه تقسیم بندی کرد که ما ببینیم که وضعیت و سبک زندگی و تفاهم و توافق چگونه است. یعنی ما شخصا بر ما زیاد مناسب نمیخوره که ما بود برس کردن و موبایلم در جایش باشه و جرابایم کجا است، اینا مسئولیت زن پنداشته شد. ما زیاد بر ما اخلاقی نمیخوره. من میفهم دوستای زیادی ای گپ ما خوششان نمیه، زیاد با میل و ترنگشان خوش نمیخوره. قسمی که من پیشتر گفتم در جامعه افغانی همه تو رسم ما متوجه شدیم، ما با بارها متوجه شدیم. من کامنت های پایین برنامه رو میخوانم، سالها از دوستای عزیز که من این کامنت های شما رو میخوانم، با شما را بررسی میکنم، شما را تحقیق میکنم، شما را اصلا میخوانم. شما تو طرف ما سیل میکنین این به این معناست که من یادت دارم. نه خواهش میکنم من تو نیستم. من اکثرا کوشش میکنم کارهای خود تا حد آخر خودم انجام بدم، اما ای که باز بعض کارهای را در خانه لطف میکنن او را میمونیم سر جایش و او را توقع نه، بلکه او را ما با عنوان دوستی و محبت و فداکاری عنوان میکنم. بخصوص من خودم. نه میفهم. من دوستای یک مورد اشاره بکنم. ما در پادکست قبلی هم وقتی که گرداننده بعض موضوعات چی میکرد یادآور میشد، مثلا بخصوص یک برنامه بود مورد اعتیاد، بعد اعضای ما فکر کرده بود که گرداننده ما معتاد است مثلا. نه ما منظورم است که پیشتر شما چند دفعه شما خطاب کردین و هم از به اصطلاح ارتباطی چشمیتون طرف ما بود. من دیگه میخوام که طرف چشم نه من شوخی کردم. ما به دوستا فقط ما قدر بگویم وقتی که اعضای ما همکارای ما بعضن سوالات را مطرح میکنن، بعضی مثالا را میارن، این به این معنی نیست که اونا همونطور هستن در خانوادهشان نسبت به همسرشان. اونا معمولا و ما
معمولا مثال ها و واقعیت های جامعه رو میگیم. خیر، پس ما یک روشنی میپرتم. وقتی که ما میگیم تنها منظورم از ما خودی نیست، ما در مجموعه از جامعه ما است و شما وقتی که میگیم بازم جامعه است و شما عزیزا و دوستا هم شامل میشین که یادتان باشه. بله. حالا کوشا صاحب، اگر ما با تمام وجود عاشق و شیفته و بسیار صمیمی و شیرین در زناشویی خود پیش میرم، درست است؟ هیچ سوء تفاهم تعارض بالا و پایین در زناشویی ما نیست. هیچ پستی و بلندی و کسی چقدر مهم است و کسی چقدر مهم نیست این مطرح نیست. مثل همسر، مثل دو همسفر، مثل دو بال پرواز، مثل همون قسمی که آیت قرآن است که جامعه برای که دیگه ما انسان ها و مونس و آرامش برای که دیگه ما هستیم. در این صورت اگر ما علاقمند هستم و میخوایم از دوستی، از عشق و ایثار و نثار میایم و بوت همسر خود برس میکنم، درست است؟ یا لباس شوتو میکنم یا لباس موتو میشه، بوتم برس میشه، سیس آینکایم در جایش مانده میشه، کلید موتر و موبایلم در جایش مانده میشه. اینجا دیگه بحث از یک زندگی حاکم و محکوم نیست. دقیقاً. یک به اصطلاح بادار و غلام نیست. اینجا نثار و ایثار است و مشارکت است. مشارکت است و عشق است. بله. ما در جای ایثار داشتیم، عشق ورزیدیم که همسر ما دوست داره این کار بر ما بکنه. همسر ما دوست داریم به همسر خودی کار بکنیم، به همسر خودی فداکاری را داشتیم و این نثار و ایثاری که ما در عشق خود داریم این دو طرفه بوده. حال اینجا همسرم خوش میشه که کار را بر، مثلا من دوست دارم بر شما چای پرتم، شما نندازین، من دوست دارم بر شما پرتم. خب اینجا ما نباید این حق از همسر خود بگیریم. یا مثلا اجازه بدین من از یکی از عزیزانم که چند سال پیش جان باخت، یک بزرگوار، یک انسان بسیار نیک بود، رئیس یکی از پانتون‌های خصوصی بود در افغانستان و این دوست ما از این یکیش یاد میکنم، اگر از بشناسم و بفهمم در موردشان، امیدوار هستم برش به حقشان دعا بکنن. در موترشان نشسته بودیم و امی چپس گرفته بود از دکان اینا، ایره نمیشه خورد و نمیشه چی کرد، نگاه کرد. ما برش گفتم که خب نمیشه، چرا نگاه کردی؟ گفتی رو میبریم پیش همسرم، پیش خانم. گفتم خب ایره نمیشه، چرا میبری؟ خب یک دانه بسته برش میگرفتی. میگه نه استاد، او رقم مزه نمیده برش، ای که من نمیشه بخورم و نمیشه نگاه کنم بازو رو برش بتون ببرم، ای خوش میشه که نه ای همسر ما در جریان خوردن چپس ای ما به یادش آمدیم و در مورد ما اندیشیده، در مورد ما فکر کرده و عشق هم همی است کوشا صاحب، که زمانی که شما یک جای یک غذای خوب میبینین، یک جای خوب گردش رو میبینین، یک لباس خوب میبینین، یک فضای وضعیت خوب میبینین، شما بگوین که آهای کاش امیجا کت همسرم میبودیم، یا مثلا اولادای خودم بیارم، همسر خودم بیارم. این حس اگر بر شما پیدا شد، این عشق واقعی است و یک انسان کاملا نشان میده. حال یک سوال میکنم، توقع داشتن از همسر آیا کار خوب است یا نادرست؟ توقع از هر کس، علل خصوص همسر، نامزد، خانواده، جامعه، هر کس که در جامعه است کار بد نیست، به شکلی که توقع بجا باشه، توقع متقابل به احترام باشه، با توأم با صمیمیت باشه، وضعیت را در نظر گرفتن باشه، توقع انعطاف پذیر باشه، مطابق به شرایط و وضعیت طرف باشه، مناسب به وظیفه و شغل طرف باشه. و در این صورت اگر ما از همسر توقع کنیم عیب نداره. حتی بعضی از توقعات، بعضی از خواسته ها
از روی محبت انجام میشه و نشانی از یک رابطه خوب زندگی و زناشویی دو نفر است. پس عیب نداره، بد نیست. مشکل ما وقتی پیش میشه و با وقتی به اصطلاح حالت تعارضی رو میگیره، شکل منفی رو میگیره که این توقعات بیش از حد و بیجا شوه. در اون صورت درست نیست. در غیر او وقتی کسی از همسرش توقع نکنه، از کی توقع کنه؟ خانه یکی از دوستا یک حادثه رو دیدم و بسیار پیش ما جالب بود. خانمش بسیار به اصطلاح همون روز با صمیمیت با شوهر خود رفتار میکرد. چایش بسیار با مو یک رقم و آرایش درست‌تر آورد و بسیار با مو یک لبخند و گپ سخنا یک رد شوهر سن خانم خود سعی کرد گفت باز کدام میمونی درک نیست. سری مسائل چی نظر داری؟ یعنی منظور او همسری بود که یعنی ای چای که آورده ای لطف و صمیمیت را که داره بر مطلب است. منظورم همی است. برخواستی است. یک اشاره بود. بله. سر از این مسئله که یا سوال خدا ما کتی یک قصه شروع کردم. درست. اینمی وضعیت، اینمی حالت، به اینمی سبک برخورد و مراوده با همسر نشان دهنده یک سردی، عدم شفافیت، نبود صمیمیت و کم کم تعارض است. یعنی رابطه از تفاهم کرده زیاد دچار سوء تفاهم است. یعنی همسری که با رفتار و برخورد چاپلوسانه، نه صمیمیت، نه عشق، نه یک برخورد شفاف، پاک و صادقانه، به اصطلاح چیش که آنست، وقتی به این شکل نباشه، به این سبک نباشه، نشان دهنده یک تعارض، یک کنفلیکت و یک وضعیت مبهم در رابطه زناشویی است. این شکل رابطه ها ممکن ای قهوه آوردن و چای آوردن و لطف خوش کردن و اینا نتیجه بده، ولی او میمانی که من انجام میتم او زیاد از دلم نخواد بود. و دیگه ای که هر رفتار دیگه شما هم به من مشکوک خواد زد. وقتی با این شیوه میاین به سمت همسرتان و چای برش میبرین و لطف خوش میکنین، باز برش هم میگین که خیرت خواست که اینقدر لطف خوش میکنی. و یک نکته دیگر هم در اینجا میفهمین کوشا صاحب که آدم وقتی تحلیل میکنه از نظر روانشناسی یک چیز دیگر هم در اینجا میبینه. اوی است که یعنی برای ما مهمانی، جامعه گرایی، حرف مردم، سیالی و شریکی، همچشمی و مصرف گرایی مهمتر از این است که ما رفتار ما با همسر ما چه قسم است. یعنی ما اینجا عشق را، رابطه صمیمانه را نثار یک تعامل اجتماعی میکنیم. یک میمانیه که قرار است با خواهرزادی ما انجام شود که محفل عروسی داشته، حالا ما باید به همسر چاپلوسانه برخورد بکنم که با دور میمان کنیم و همسر ما اعتراض نکنه، بعد او میمان شو و همسر ما گپ بتم. این بیشتر نشانی است که یعنی جامعه برای ما زیاد مهم است. او خواهرزادیم، برادرزادیم، کاکایم، مامایم میمانی برش به مراتب به من مهم است تا ای که همسرم حس راحتی و حس صادقانه بودن و شفاف بودن بکنن. متوجه هستین؟ اینجا ایرم شما میبینید تو یک حرکت میبینید و مسئله تظاهر و خودسازی ها اینجا مطرح میشه. امو هم تجمل گرایی و مصرف گرایی و اینا است. ما در قضایا و یا اگر خانمای در آستانه و در شرف این گونه برخورده هست، ما آرزو دارم مثال کوشا صاحب و تفسیری روانشناختی را که ما داشتیم امیدوار هستم کمکتان کنه. خب تقریبا بازم شبیه از امی سوال دیگه در ذهن ما گشت میاله. دیدن بعض فیلم ها، سریال ها و بعض وقتا که خدا کنه این عادت داشته باشند خواندن بعض کتاب ها و رمان ها و داستان ها ما را پرتوقع تر می سازه. یک تحقیق انجام شد کوشا صاحب در اروپا که حدود 64% خانواده ها گفته بود که ما از سریال و فیلم متاثر شدیم. ما و 94% یک تحقیق دیگه که انجام شده بود
گفته بودن که 94% از فانتزی ها، رویاها و خیال پردازی های ما قبل از ازدواج بالا بود. یعنی بالاتر از 94% خانواده ها و زوجها در تحقیقات گفته که ما رویایی می اندیشیدیم، خیالی می اندیشیدیم، تصور می کردیم، خیال داشتیم که طور یک محفل باشه و طور طلا باشه و طور برگزار شه و به این شکل برگزار شه. اینا بیشتر اما قسمی که شما اشاره کردین، ما اگر یک لیست بسازم از این موارد میشه بگویم که سریال البته در جوامع بسیواد و معتاد به شبکه‌های اجتماعی و رسانه ها متاثر از سریال میشه کوشاسه، متاثر از فیلم میشه، متاثر از دراماهای خیالی و نمایشی که بی عیب و نقص نشان میده روابط را، بله، بی عیب و بی نقص نشان میده زناشویی ها را و خانواده را. ما متاثر از او اتر چیزا میشیم. ولی در جامعه که کم فرهنگی است، کم باسواد است، باز رمان و ناول و اینا هم نقش داره. مثل که جامعه ترکی و آسیای میانه ای، مثلا اینا ایران، بله، تا یک حد هند، در یک شورا بریم ما زیاد رومانی و داستانی متاثر میشیم، چون آنچی که در رمان عشق تصویر میشه و آنچی که در زندگی واقعی زمین تا آسمان فرق میکنه. آنچی در فیلم ها و سریال های ترکی و هندی که تجارتی و بیزنسی و زرد است توضیح و تشریح میشه، تا آنچی که زندگی مردم ما در ولسوالی چمکنه و مسقله و پامیر و خواجه‌غار افتخار است بسیار فرق میکنه، یا در هسکمین ننگرهار است بسیار فرق میکنه، بسیار وقتی که یعنی بسیار. و به ارتباط صحبتتون مسئله وضع اقتصادی و همچنان وضع فرهنگی هر جامعه هم تفاوت میکنه. بله، بدون شک. و این دقیقاً سر از این مسائل تاثیر میکنه، در حالی که در فیلم ها بعد اقتصادیش در جایش. بله. و اونا تصویر سازی میکنن قسمی که شما همونا گفتین خیال پردازی هست دیگه. ما اصلا کوشا صاحب بریم دمی سریال. اصلا دمی سریال هایی که در ترکیه ساخت میشه و بافت میشه، یا در هند یا در بعض سریال های ترکی، مثلا ما البته در وقت ما می سریال های ایتالیایی اینا رو زیاد میدیدیم. البته کوشا صاحب اگر یاد شما باشه دقیقاً این کمیسار کتانی و اختافوت اینا رو باید شما باشه. ما که در وقت تو سریال ها و اونا او سینمای هالیوود میدیدیم، دنبال میکردیم و اجزای ما فعلا هم دنبال میکنه در جامعه که مثلا دنیایی که در غرب هستن، اجزای ما که این سر طرف دنیا است. البته بعضی از اجزای ما در آمریکا هم سریال های ترکی رو دنبال میکنه. این سریال ها و فیلم ها که است، اگر ببینیم کوشا صاحب، هیچ سریالی، هیچ داستان و رمان و ناول پیام منفی نداره. دقیقاً. در اکثریت از سریال ها و ناول ها و رمان ها اگر شما ببینین پیام مثبت است. در آخر امر بر شما یک ارزش انسانی را تبارز میده، شما را به یک وضعیت خوب انسانی میخواه ببره. اما آنچی ناخودآگاه از او متاثر است، ما از نظر روانی از او متاثر هستیم، او جریان و پارت سریال است و قسمت هاییست که شخصیت های و کاراکتر های منفی هم به خاطر که مثبت تقویه کنه جای بدون دارن. شک. بدون شک. نکته خوبی را کوشا صاحب اشاره کردید. مثلا ما پیام آخره که در سریال است که ما باید شیطنت و منافقت نکنیم در خانواده. این پیام یک سریال هندی است مثلا. ما او را در نظر نمیگیریم. ما یک خودکشی را که در جریان سریال است، یک رگ را که میزنه، یک زهر را که میخوره، اونو را تقلید میکنیم و تقریبا از اونمو فریبکاری ها و فساد برانگیزی های تقلید میکنیم بدون شک. کاراکتر منفی ما زیاد بدون شک پیام آخر نمیبینیم. و زمین ناخودآگاه متور است کوشا صاحب. زمین ناخودآگاه معمولا از لحظه ها متاثر میشه، او نمیفهمه، تفکیک نداره. زمین ناخودآگاه ما معمولا مثبت و منفی را، خوب و ناخوب، خیر و شر، ثواب و گناه را معمولا تفکیک نمیکنه، میگیره از پیام میگیره.
و ما اضافه بکنم با این ناول ها و رمان ها و داستان ها و قصه ها و سریال ها و فیلم ها شبکه های اجتماعی را. امروزه ما میشه بگویم که ما بیشتر یک زندگی تیک تاکی و اینستاگرامی داریم، سنپ چتی، تا که ما یک زندگی واقعی داشته باشیم. واقعیت ما، واقعیت جامعه ما، واقعیت کشور ما، واقعیت دنیای ما، کشور ما رنبان یک چیز است و واقعیت هایی که در سریال ها و شبکه های اجتماعی و تیک تاک و اینستاگرام و اینا هست و بسیار فرق میکنه. بدون شک من میتونم بگویم که بالاتر از 50% از بر اساس تحقیقات بالاتر از 50 60 تا 64% خانواده ها بیان کرده که ما از سریال و فیلم متاثر شدیم. ما یک زمان در یک از تلویزیون‌ها برنامه داشتم یک 6-7 سال پیش و ما از عزیزا خواهش کردم که داستان نخوانین، ناول نخوانین. بعد یک تعداد نویسنده های ما ناراحت شده بودن، همین ناول نویسای ما، بعد بعضی پستا و اینا کردن. بعد یک چند سال بعد ما با اونمو داستان نویس یک جای روبرو شدم، همونطور در شانه‌اش زدم، گفتم لالا تو فلانی هستی؟ گفتم یک وقت تو یک پست کرده بودی که زاد رد و بد گفته بودی، دشنام داده بودی. گفت استاد ما یک میخوایم یک چیز بگویم. گفتم بگوین. گفت ما وقت چی بودم، ناراحت شده بودم از شما. ما اینطور فکر کردم که شما مخالف ادبیات هستین، فرهنگ هستین، ناول هستین، شعر هستین، شاعری هستین، ولی تازه امیر روزا میگه یک 6 ماه میشه میگه من یک چیزی خواندم، یک کتاب ناوله، میگه سر ما بسیار تاثیر بد کرده، بسیار میگه برای خراب کرده. اما تو بمی ادبیات نویسنده را می نویسنده برای من میگه نویسنده هم نبود، یک چی بود، ادیب بود، یعنی خودش هم کدام ناول ننوشته بود، یک ادیب بود، یک ادبیات فارغ از ادبیات بود. او تصور تر کرده بود که استاد به خلاف ادبیات گپ میزنه، خلاف فرهنگ گپ میزنه، خلاف شعر و شاعری گپ میزنه. من گفتم که بعضی ناولا بسیار چی است، افتضاح است، یعنی ما رو میبره به کشتن، ما رو میبره به خیانت، ما رو میبره به خیالات و رویاها و اینا. حتی داستانایی که حتی در گذشته ها بوده، حتی نویسنده های بسیار چیره دست ما رو نوشته کرده، ولی آسیب زننده، آسیب دهنده است و صدمه میزنه. بعد ما خنده میکردم، ما برش گفتم که ما میفهمم که یک روز به این نتیجه میرسی، خب خیره مهم نیست. مثلا گفتم اینطور یک چیز نوشته کرده بودی، میگنی ما چی کردم، اشتباه بود، فلان بود، یک چند باز دمونجا یک چند انتقاد کرد سرم. گفتم مهم نیست، مشکل نیست، ولی ما شنیدم و چیزی هم نگفتیم بهت. خب ما تا به این روزم گفتم چیز نگفتیم برات. ولی ناول، سریال، داستان مشکل داره و ناول نویس اصلا کوشش اجازه بدین شما در ادبیات دست دارین و کار کردین و نوشتین، قلم میزنین. معمولا وقتی نویسنده میخواد قلم بزنه، امو سریال ها هم خواهی نویسنده داستان نوشته میکنه. اون نویسنده زیاد تلاش داره که دو هیجان و انگیزه و حتی بعضا مسائل جنایی و جرمی و جنسی و اینا را به اصطلاح باف بته، مثل دیگواره مسائل بندازه که نویسنده خواننده جذب شوه و بشنوه و بخوانه. مثل که مثلا ما نویسنده های داشتیم، مثلا یک نویسنده مشهوری روسی است یا مثلا نویسنده های مشهوری در دنیا است که حتی داستانای خوانده، داستانای نوشته که صفحات و سالها وقت گرفته. خود می داستان 1001 شب یا مثلا ماکسیم گورکی، داستانای ماکسیم گورکی که یک نویسنده روسی است که می نویسه. من شخصا یک زمان ذات می خواندم داستانای ماکسیم گورکی را. اینا تاثیرات خود داره و نقش خود داره، جنبه‌های اخلاقی خودم داره، جنبه‌های منفی خودم داره. ولی چیزی که ذات مهم است و خوب است که ما بفهمیم و بدانیم که همه آنچه که در فیلم است، در سریال است، در داستانا است، کمی باید سبک سنگین شود که دنیای واقعیت نداره. و یک مقوله است میگن یگانه کسایی که متهم به دروغگویی نمیشن شاعرها و نویسنده هستند. قویتان بگیرید که سرد شده. استاد تشکر از صحبتایتان. حال ما پیامایی داریم که از طریق شبکه‌های اجتماعی برای ما رسیده. اگر اجازه تان باشه یکی دو پیام که آوی سوالای هستند حتما از شما مطرح میکنم که خدا کنه حتما جواب شما بر اونا قناعت بخش باشه. یک دوست ما گفتن چطور بدانیم که توقعات ما سالم است یا نه؟ سوال بسیار خوبی است و شاید
برای بعضیا واقعا هم سخت باشه دوستای عزیز که بدانن و بفهمن که توقعاتشان چه شکل است. ببینین که طرف مقابل احساس فرسودگی و خستگی میکنه. اگر طرف یعنی همسر نامزد گفت که خسته شدیم از توقعاتت، بسیار زیاد توقع داری، بسیار اضافه خواهی و اضافه ستانی میکنی، زیاد از خود میگی، زیاد خود بالا میتراشی، میشه درک کرد که توقعات ما بیجاست. یا اگر دیدین خودتان بسنجین، مثلا شما در محفل عروسیتان مصرف میکنین حدود $40,000 درست؟ و معاش یا تنخواه همسرتان است 15,000 افغانی. یکی از عزیزان ما بود کوشا صاحب 15,000 14,000 معاش داشت و 40,000 در محفل عروسیش مصرف کرد. من که سنجیدم تقریبا 12 سال بعد او را پوره میکرد. من برش گفتم که بچه حالا تو 12 سال باید زحمت بکشی، اگر هیچ نانم نخوری همین معاش تا سر بسر کنی، 12 سال بعد نفهم چند سال بعد به 40,000 تبدیل شد. اون یک دلیل گفت دیگه برام. ببخشید این دوستانی $40,000 قرض کرده بود یا داشته بود قبلا؟ ایره برادرش برش کمک کرده بود، بعض دوستایش کمک کرده بود و یک کمی هم چیز ناچیز پسندازم داشت. خیلی دیگه به یه حساب استاد قرضدار نیست، آیدش در خرچش نه، آیدش کم بود، یعنی آیدش $7,000 چیز کم زیاد بود. شاید آیدش هم و مصارف، منظور مزاید ماهانه‌اش از مصارف خانوادگیشان بس میکرده که خیره که دورسی خود مصرف کرده. اینجا هسته که اینی توقعی بیش از حد است. اگر حال دوستای ما میخواه بفهمن باز آنچه که استاد گفت دوستا این توقعی بیش از حد است که مثلا ما کل زندگی را اجازه بتین استاد حتما. ما یک مثل داریم در وطن خود، با خصوص خانوما میگه هر روز عروسی کس نمیکنه، یک بار در زندگی خود عروسی میکنه، اما یک عروسی کنه که در بین خیش قوم نام باره. حالا شما مخالف از این موضوع هستید؟ بدون شک امی دوست ما، امی عزیز ما، اینمی خانم، اینمی آقا، اینمی زن، اینمی مرد، اینمی دختر، اینمی پسر تجملگرا، مصرفگرا و بدون درنگ روی زناشویی و اصل محتوای خانواده فکر میکنه. خیبه این استاد یک گپ دیگه، امی رای حل چی از بالاخره؟ ما و شما همه چیزی را که در ذهن داشتیم، با خصوص من چیز سوالایی که داشتم از شما ترک کردم. حالا شما بگوین رای حل چیست و چه قسم ما بتانیم که توقعات بیجای و ناسالم کوتاه بسازیم، کم بسازیم و بالاخره توقعاتی که لازم است، ضروری است و انسانی است این را تقویه ببخشیم. رای حل کوشا سبی است که ما با آگاهی برسیم. هیچ انسان آگاه با فهم، با علم، با دانش و آگاه به مسائل و در مسائل و از روی تجمل پرستی و مصرفگرایی خود و محفل خود در رخ دیگران میکشه. آدمای فهیم، دانشمند، آگاه، هوشیار و دانا با روابط معنوی، با فهم، با صمیمیت، با عشق میخواهد زندگی خود را پیش بره. اگر آگاهی بالا بره، اضرار و عواقب و پیامدهای شوم و بد توقعات بیش از حد بررسی شود. مثلا ما باور ما است که او همسرایی که نامزدهایی که عزیزانی که هر جای کاری که هستن توقعات بیش از حد دارن، صمیمیت از زندگیشان رخت میبنده، آرامش از زندگیشان میره، لذت کاهش پیدا میکنه، به یک شکل با فرسایش روانی عاطفی روبرو میشه. هر دو، ای که توقع میکنه رنج میبره، زجر میکشه، او که توقع را برآورده نمیتونه رنج میکشه. استاد اگر ببخشید اگر بفرمایید من دو مورد اشاره کردم، شما صحبت نکنین، من یک سوال بیننده هستم. اگر آگاهی بالا بره، اگر اضرار بررسی شوه، من فکر میکنم که
توقعات بجا میشه. یکی از بیننده‌های ما به نام عریض جان یک سوال را طرح کردن، گفتن توقعات آیا میتونه که باعث تغییر ارتباطات خانوادگی شود؟ بدون شک و تغییر منفی باشه. بدون شک بالاتر از 58% از افراد و اشخاصی که آمده جدا شود طلاق بگیره در اتاق درمان روانشناسا گفته که بررسی شده که توقعات بیش از 100 داشته. یعنی تقریبا 60% از طلاق‌ها عاملش توقعات بیش از 100 است. جدایا عاملش توقعات بیش از 100 است و اگر توقعات بجا شود 30% رضایت بالا میره، 30% بیشتر خوش میشه خانواده و اوجا که دیدیم که بالاتر از 58% آسیب زده. بدون شک که آسیب بلندش زیادش و بالایش بر روابط است. بر روابط بسیار آسیب میزنه. یعنی از روزی که ما فکر کنم که همسرم یک آدمی است که به نیاز من نمیرسه، به درد من نمیخوره، به من کمک نمیکنه، من دیگه چیکار دارم؟ یک سوال دیگه به آدرس پادکست آمده که بسیاری خانواده ها پدر و مادر از فرزندای خود که هنوز محصل یا متعلم هستند و در جریان درس و تعلیم هستند بسیار توقعات دارند. در این قسمت شما چی نظر؟ من فقط میگم این توقع بیجاست، توقع غیر واقعی است، چون او هنوز محصل است، هنوز جوان است، هنوز سنش خرد است، هنوز باید به مهارت‌های خود و به کسب مهارت‌هایش برسه، هنوز باید آگاهی پیدا بکنه و هنوز پاسخگو و جوابگو به توقعات بیش از حد والدین خود نیست. خب مکلف نیست. به یک نوع باید اونا حمایت شوند. بله، جوانا باید حمایت. کی؟ خانواده؟ نه منظورم از جوانان است. بله بدون شک جوانان اگر حمایت شوه، جوانان اگر تحصیلات خود تمام کنه، مهارت‌های خود کسب کنه، روزی که به یک جای رسیده، روزی که به نسج رسید، به بلوغ و به کفالت و به پختگی کاری و شغلی رسید، اونجا است که باز اگر عواید زیاد داشت و خوب داشت، اگر به خانواده کمک بکنه، به مادر جان و پدر جانشان کمک کنه، حتی برادر و خواهر کمک کنه، چقدر خوب. حالا از استاد خواهش میکنم که اگر شما لازم ببینین پادکست امشب یک جمع‌بندی کنیم. تشکر. چرا نه کوشا صاحب. کوشا صاحب بزرگوار، ما از تجاربی که داریم، از مشکلاتی که دیدیم، از طلاقایی که در پیش روی ما انجام شد، از فسخ‌هایی که صورت گرفت در بین نامزدا، از مشکلاتی که ایجاد شد، از دشمنیایی که به وجود آمد، حتی خشونتایی که شد، از زندانهایی که نصیب به بعضی‌ها شد، از دوستی‌ها و روابط خانوادگی که سکلید، به این نتیجه رسیدیم در جریان کار خود، در جریان این همه سالها، که یکی از مواردی که در تحقیقاتم ثابت ساختم، یکی از عواملی که 95% رضایت، آرامش، خوشی و لذت خانوادگی را، نامزدی را برچیده، از بین برده، کاهش داده، طرف مقابل را نه سر نامزدی فامانده، نه سر زناشویی فامانده و نه هم سر یک آرامش و خانوادگی موفق، توقعات بیش از حد بوده. هیچ چیز به اندازه توقعات بیش از حد، به اندازه توقعات بیجا به خانواده و بر یک رابطه عاشقانه و صمیمانه آسیب نمیزنه. ما رجوع دارم، پیشنهاد میکنم، تمنا دارم این پادکست و نتیجه پادکست برای زن ما ای باشه که زندگی خود را واقعی بسازه، تعارضات خود را به حل تبدیل بکنه، سوء تفاهمات خود را به تفاهم تبدیل کنه، از سریال ها و ناول ها و دراما ها و فیلم ها فاصله بگیره، از شبکه‌های اجتماعی و آنچه در شبکه‌های اجتماعی به نمایش گذاشته میشه و 80-85% فیک یا دروغی است فاصله بگیره، به زندگی واقعی خود پناه ببره، بره با همسر خود که یک انسان جداست، با زناشویی خود که یک وضعیت جداست، با کشور خود که یک کشور جداست، با فرهنگشان که یک فرهنگ جداست، بریده از خیلی از فرهنگ است، فکر بکنه، درنگ بکنه، در امو وضعیت، در امو حالت با اونمو همسر بیشتر راه و شیوه سازگارانه و صمیمانه را به پیش بگیره و زندگی خود را آرام و مسئول و خوش و راحت بسازه. تشکر استاد از توضیحات عالمانه تان. قربانتان. بیننده‌های عزیز، خدا کنه که پادکست زندگی واقعا زندگی را برای شما راحت تر بسازه و
مسائل را که در زندگیتان روی چالش‌ها مشکلات خلق کرده پادکست بتانه اشاره بکنه و یک راهنمای خوب برای شما و زندگی شما باشه. و همچنان تشکر استاد که شما ما را در این برنامه همیشه یاری میرسونین و همکار هستید. سلامت باشید، بخیر باشید. ما اگر واقعا میخوایم که اولادای ما مسئولیت پذیر شوه، خوب است که خود ما مسئولیت پذیر باشیم. شما مسئولیت پذیر هستید؟ نه کوشا صاحب، نه. مسئولیت پذیری یک مجبوریت است. ما مجبور نیستیم که او را نامش بمانیم، مجبوریت یا الزام. آیا این را میتونیم که یک مسئولیت عادلانه بدانیم؟ اونجا جبر است. هیچ وقت حاضر نمیشه این کار در خانه خود انجام بده. خانم ها شوهرای خود درک نمیکنن. پادکست زندگی چی مسئولیت داره در این بله. قسمت؟ امی خودش یکی از مسئولیت پذیرای پادکست بود.